ساکنان تاجیکستان آنهایی که شناسنامه‌های کهنه خود را به نو عوض کردند و هم آنهایی که هنوز شناسنامه پلاستیکی نگرفتند دقیق نمی‌دانند که چرا باید یک حجت را به حجت دیگر عوض کنند. حکومت تا به حال نتوانسته ضرورت این اقدام را به مردم شرح دهد. ساکنان میگویند به این هم با انجام مهلت شناسنامه آن را عوض می‌کنند، اما هدف یا منطق این اقدام غیرعادی مقامات را نمی‌فهمند. من در خارجه بودم، در جمهوری قزاقستان اومدم، مهلتش بود شدگی بود. من 40 ساله شدم این سال. پاسپورت نو خوبه روسیه میره، یک دیگه دولت ها میری، خوبه ده. من فقط نفقه را با شناسنامه نو میگیرم. هیچ چرا فهمیدم هرش یا چیز دکومنتی که شخصیت آدم نمیدونم راست که پانیک شبیه سرتره قانون همین جمهوری تاجیکستان پرزیدنت قانون نو برآوردن که انا پاسپورت ها پلاستیکی شو همه سبب وای تشویق روزگار ده از سبب پاندمی، از سبب کار بسیار بودن. امیرا میخوایم در روزهای نزدیک رای میواز کنیم. هر دویش یک است. چی فرقی میتواند داشته باشند؟ بنا به اطلاع خبرگزاری دولتی خاور تقریباً 40% مشتریان شرکت‌های موبیلی برای عوض کردن شناسنامه‌های کهنه خود به نو شتاب ندارند. این در حالی است که تا انجام مهلت ثبت دوباره سیم کارت‌ها با شناسنامه نو همگی 2 هفته دیگر باقی ماند. حالا معلوم نیست که آیا این گروه مشتریان از سیم کارت و علاقه موبیلی محروم میشوند یا نه. در قرار حکومت درباره به قیدگیری حتمی سیم کارت با شناسنامه نو گفته نشده است که در صورت اجرا نکردن این کار چه مجازات پیش بینی می شود. رسانه های دولتی هم پیوسته ساکنان را آگاه می کنند که حتما این کار را کنند، اما گفته نشده است که سرنوشت آنهایی که شناسنامه نو نگرفتند چه می شود. هر شهروند تاجیکستان باید شناسنامه خود را با آیدی عوض نماید، زیرا شناسنامه آیدی طبق طلبات بین المللی تمام معلومات ضروری را دارا بوده برای بخطری شخص در آینده ضرور است. بیکار کردن سیم کارت ها در صورت عوض نشدن شناسنامه های کاربران نه فقط برای مشتریان بلکه برای شرکت های موبیلی و حتی بودجه کشور هم ضررآور است. در حال حاضر بیش از 2 میلیون سیم کارت در کشور با شناسنامه های شکل کهنه ثبت نام شدند. این به این معناست که هر سال صاحبان آنها در عموم 44 میلیون دلار میسپارند. کارشناس رستم گلوف میگوید دولت با از نو کردن شناسنامه همگی یک بار درآمد میگیرد. درآمد دیگری از این حساب مشاهده نمی شود. این یک خرج علاوگی از جیب اندازسپارنده ها است که مجبور کرده می شوند تا شناسنامه عمل کننده خود را عوض کنند. تصمیم با شناسنامه نو ثبت نام کردن سیم کارت ماه فوریه سال 2019 بر اساس یک قرار حکومت گرفته شد.